اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و علی آل بیت الطیبین الطاهرین. سلام و درود و رحمت و رضوان الهی بر ارواح پاک و مطهر شهدا از بدر تا احد، از کربلای حسینی تا کربلای خمینی، از علقمه تا اروند، از طلائیه تا زینبیه، از حلب تا فرودگاه بغداد. سلام خدا بر زاهیه و سید شهیدان زاهیه. سلام خدا بر خادم جمهور، بر شهید جمهور، رئیس جمهور. سلام خدا بر رشت و سرداران شهیدش. سلام خدا بر عارف واصل، سالک نائل، دوست قدیمی من، شهید سیرتنیا که اومدن به رشت خاطرات شهید سیرتنیا رو برای من زنده می‌کنه. انشاءالله ادامه دهنده راه شهیدان باشیم، شرمنده خون شهیدان نمانیم. صلوات عنایت بفرمایید. بدون مقدمه بیشتر من وارد بحث بشم. حدود چند ماه قبل بود که یه مینی سریال مجموعه ادالسنس یا نوجوانی در نتفلیکس منتشر شد. حالا این داستانش خیلی داستان جذابی که خانواده ها بخوان ببینن و بریم نگاش بکنیم دانلود کنیم نیستش، ولی به محض انتشار در بین کارشناسان آسیب‌های اجتماعی، کارشناسان حوزه سایبر، کارشناسان حوزه تربیت، سوالهای فراوانی رو ایجاد کرد، بحث‌های زیادی در گرفت و در نهایت جالب است که آقای استارمر، رئیس نخست وزیر انگلیس، گفت که همه نوجوانان ما باید این رو ببینن. وارد بحث آسیب‌های اجتماعی جدید داره میشه، شکل جدیدی از اونها رو میخواد معرفی کنه. گفت نوجوانهای ما همه باید این رو ببینن و آشنا بشن با این دنیای ناامن و خطری که برای اینها ایجاد شده. آقای استارمر اشتباه کرد. این مینی سریال رو بچه‌ها نباید نگاه کنن، چون بچه‌ها قشنگ این محیط رو میشناسن. آسیبی که وجود داره رو خبر دارن. اون کسی که باید این مجموعه رو ببینه بزرگترهایی هستن که عقب افتادن از این ماجرایی که در جامعه رخ داده در سالهای اخیر و بزرگترهایی که کلافه شدن در برخوردشون با فرزند خودشون در خونه، در برخوردشون با دانش آموز در مدرسه، در خیابان، نمیدونن چی کار بکنن. با این قشر جدیدی که داریم میبینیم و بیشتر و بیشتر و بزرگتر و بزرگتر دارن میشن، ما موندیم چی کار کنیم. سریال قرار است سوالهایی رو برای ما ایجاد کنه. باز میگم سریال قرار نیست دیده بشه، داستانش بیشتر مشمئز کننده هستش، ولی من خلاصه سریال رو خدمت شما، اون مقداری که به درد بحث ما بخوره، خدمت شما خواهم گفت. داستان قتل یک دختر 14 ساله است که به قتل رسیده. بلافاصله با استفاده از دوربین‌های امنیتی قاتل مشخص میشه و شب گذشته حدود ساعت 10 شب که به قتل رسیده، 6 صبح نیروهای پلیس وارد یک محله شدن و دستور عملیات که داده میشه خونه ای رو محاصره میکنن، در رو میشکنن، وارد خونه میخوان بشن که قاتل رو دستگیر بکنن. شما الان کاملا انتظار دارید که وارد اتاق قاتل بشن، یک نجات پرست رو دستگیر کنن، یک سیاه‌پوست رو دستگیر کنن با یک هیکل و قیافه کذایی و او رو روی زمین بخوابونن. تا اینجا داستان قشنگ میاد جلو. وارد خونه میشن، در رو میشکنن، بلافاصله وارد اتاق قاتل میشن. بخواب روی زمین، هر حرفی که بزنی علیه تو استفاده میشه، تکون نخور. همین اول یه شوک وارد میشه به شما، چون قاتل یک پسر 13 ساله هستش و اینقدر بچه هست که تا پلیس رو میبینه خودش رو خیس میکنه. و داستان حول و حوش این داستان قتلی است که اتفاق افتاده. چرا این قتل داره رخ میده؟ معمولا پرونده های اینطوری یا به خاطر سرقت بوده یا به خاطر تجاوز بوده. پرونده های اینطوری تا آخر شما درمانده هستید که چرا این قتل رخ داده. قسمت آخر سریال، قسمت 4، پدر و مادر که تصویر پدر رو دارید ببینید وارد اتاق فرزندش شده،
پدر و مادر دارن با هم دیگه صحبت میکنن چرا این اتفاق افتاد، چرا او قتل رو انجام داد و این وسط جملاتی گفته میشه که الان به درد امروز ما میخوره. یه جملهش من خدمت شما میگم. مادر گریه میکنه به پدر میگه که ما فکر میکردیم جاش امنه، اون همیشه توی اتاق خواب بود، تصور ما این بود که جاش امنه. ناامن‌ترین جا الان برای فرزندان ما، برای نوجوانان ما اتاق خوابی هست که بچه‌ها در اونجا هستن. علتش مشخص میشه چرا این محیط 100% ناامن هستش. قتلی که اتفاق افتاده که بیشتر میخوایم در موردش صحبت کنیم، اگر صرفاً یک پرونده قتل بود نیاز نبود در موردش صحبت بشه. قتل‌های فراوانی در کشورهای مختلف اتفاق افتاده و بعد از اینکه اولین بار من در مورد این سریال صحبت کردم حدود شاید مثلا 3 هفته قبل بود یا 4 هفته قبل بود، یه مدت گذشت قتل دیگه اتفاق افتاد. تصویر مقتول رو داری ببینیم، مال تقریبا 10 روز گذشته هست و توسط یک نژاد پرست کشته نشده. 14 نفر از همسن و سالانش او رو به آتش کشیدن. باز در لندن اتفاق میفته این ماجرا. چرا این قتل؟ در طول تاریخ قتل وجود داشته، اما این سریال میخواد بگه نوع قتل ها متفاوت است، نوع تربیت ما باید متفاوت باشه، نوع ارتباطی که ما میخوایم بگیریم باید متفاوت باشه. قسمت عمده سریال یک بازپرس ویژه قتل است که علیرغم این که همه شواهد داره نشون میده که اون بچه قتل رو انجام داده، اما انگیزه قتل همچنان نامشخص. مهم انگیزه قتل، چرا این بچه داره این قتل رو انجام میده. قتل فراوان بوده اما انگیزه مهم هست. و وارد مدرسه ای میشه که بچه‌ها اونجا درس خوندن، با بچه‌ها شروع میکنه صحبت کردن، حرف زدن. بچه‌ها تحویلش نمیگیرن، مسخرهش میکنن، اصلا نمیتونه ارتباط بگیره. مشکلی که ما خیلی اوقات در مدارس داریم، میریم حرف میزنیم، صحبت میکنیم، اما خودمون هم احساس میکنیم نتونستم ارتباط نزدیک بگیرم. نمیتونه به پاسخ برسه، هیچ کس کمکش نمیکنه. نهایت وارد یک کلاس میشه، پسر خودش اونجا داره درس میخونه، اونجا هم هیچ پاسخی نمیگیره. میاد بیرون، پسرش میاد سراغ پدر، پسری که مدت هاست با پدر صحبتی نکرده. باز خودش یه نکته داره، والدینی که با بچه‌ها صحبت نمیکنن، بچه‌هایی که با والدین صحبت نمیکنن، اما اینجا پسر تصمیم میگیره به پدر کمک بکنه. بابا این چه مدلشه؟ تو دنبال قاتل و آلت قتال و انگیزه قتل داری میگردی؟ این مدلی تو پرونده های فراوانی حل کردی، مال نسل خودت، مال دوره خودت. این نسل تو نمیتونی با اون روش بیای دنبال قاتل بگردی، انگیزه قتل. چرا؟ من باید چیکار میکردم؟ اصلا این روش تو مسیر رو اینطوری نباید میرفتی. تو باید چیکار میکردی؟ تو اول باید میفهمیدی در اینستا این قاتل کیا رو دنبال کرده، مقتول کیا رو دنبال کرده بود، چه پیامایی به هم دادن، کدوم پیام‌ها لایک زیاد گرفته بود، کدوم‌ها دیسلایک زیاد گرفته بود، کجا مثلا بابا میگه من دیدم پیام‌ها رو دیدم. میگه بابا تو نفهمیدی پیام‌ها رو. این ایموجی هایی که اینجا بود شما معناش رو فهمیدی، این ایموجی یعنی این کپسول اینو داره میگه، فلان چیز اینو داره میگه. پدری که پرونده‌های قتل زیادی رو حل کرده این دیالوگ، این جمله رو میگه خواهشاً آهسته‌تر، آهسته، من نمیفهمم چی داری میگی. بازپرس ویژه قتل در مقابل یک نوجوان 14 ساله نمیفهمه حرفون چیه. همینجا قسمت اول صحبت ما شروع میشه. زبانی که نمیفهمیم، نوجوانی که نمیفهمیم، شروع میشه از زبانی که نمیفهمیم. نسبت فضای مجازی چون مشخص شد اون مادری که میاد میگه که ما بچه‌مون تو اتاق خواب بود و خیال میکردیم جاش امنه در صورتی که ناامن‌ترین جا بود، همینجا دیگه اکثر مادرها جریان رو گرفتن دیگه. مشکل صرف اتاق خواب نیست که هست، خود اتاق خواب یک مشکله، یک فرهنگ وارداتی است که ما بدون اندیشه صرفاً پذیرفتیم. بچه رو سریع چیکار می‌فرستیم تو اتاق خواب، این اتاق تو، این اتاق. این قسمت الان نمیخوام وارد بشم، بحث معماری داخلی خونه رو من کار ندارم. این قسمتی که این بچه گوشی در دست گرفته، میخوام بیام حلش کنم، مدیریتش کنم، هدایت، نظارت، کنترل، سه تا کاری که باید انجام بشه. چیکار میکنم؟ خیال میکنم اگر گوشی بچه رو هی بگیرم پلیس بازی در بیارم. نگاه کن کیو لایک کرده، کیو دیسلایک کرده، چی گفته، چی نگفته، چی پیام داده، چی پیام نداده، کجا سرچ کرده، هیستوری رو نگاه کن. خیال میکنم درست شد دیگه، من بچه رو هدایت، نظارت، کنترل انجام شد. اولا بچه‌ها اگه بخوان پاک بکنن، سر کلاسای بچه‌ها من گاهی اوقات کلمه گفتم کلید این و این، همه زدن زیر خنده، چون همه‌شون بلدن چطوری از مادر بخوان چیکار کنن، مخفی کنن. خیلی قشنگ بلد هستن. و من اصلا مخفی نمی‌کنم. شما نمی‌فهمید معنی این چیه، من نمی‌فهم معنی این چیه. من از باب مثال این چند تا تصویری که من اینجا گذاشتم، این قلب‌ها از نظر ما معناش انگار یکیه، رنگ‌ها فرق می‌کنه، برای تنوع داره استفاده میشه، اما اینا هر کدومش یک معنای خاص داره.
مثلا فرض کنید اگر یه نوجوان دبیرستانی دانشجو مثلا این قلب نارنجی رو فرستاد، قلب نارنجی نشان دهنده عشق نیست. قلب نارنجی نشان دهنده چیه؟ یک رابطه معمولی. قرار نیست رابطه ما رمانتیک بشه، یک رابطه دوستانه بسیار خوب، اما رابطه قرار نیست نزدیکتر از این باشه. برای ما نسل من رو میگم، بعضی از نسلی که اینجا الان هستن احتمالاً مال همین دوره باشن، مال نسلی. برای نسل ما تنها قلبی که معنا داره، اساتید بزرگوار هم تشریف دارن در اینجا، تنها قلبی که برای ما معنا داشت در دهه 60 و 70 اون قلب وسط بود. اون قلب وسط که یه تیر اومده خورده وسطش و احیانا 2 تا قطره خون هم میکشیدیم. این بقیه معنا یکی است. اما مثلا میگم خدمت شما، ردیف دوم قلب اول از سمت راست اگر بچه این رو فرستاد برای یکی دیگه، شما پیام رو دیدید، این یعنی چی؟ یعنی رابطمون افزایشیه، یعنی من دارم عاشقش میشم، داره ازش خوشم میاد. یعنی هنوز عاشق نشد، هنوز میشه فکری کرد، داره شروع میشه، داره جدی تر میشه. یا بله اون نشان دهنده تپشه، یعنی علاقه ایجاد شده. یا مثلا فرض کنید قلب ردیف پایین سمت چپ، اون علامت چیه؟ مثلا میگه مدرسه رفتی یا نه، کلاس رفتی یا نه. این قلبو که میفرسته اون قلب کد دارن دیگه، کلاس رفتی من یعنی فلانی. اینو که میزنی یعنی رابطه متقابل شد، 2 طرفه شد. تا قبل از اون من خوشم میومد، الان چی شد؟ اونم خوشش اومده، ارتباطو داره برقرار. اصلا قرار نیست ما اینا رو با هم دیگه صحبت کنیم، ما اینا رو دونه دونه باز بکنیم. اینا اگه قرار باشه باز بشه، بزنید دیپسیک بزنید، سری دونه دونه برای شما معناش رو میگه. البته یک معنای جهانی داره اینا که دیپسیک اون رو میگه، یک معنای استانی هم ما داریم. مثلا این محیط خاص قلب، مثلا فرض کن قلب بنفش بعضی جا به معنای ابتذاله، اما همه جا به معنای ابتذال نیستش، معانی مختلف داره. ببینید مشکل ایموجی ها نیست، یه چیزی فراتر از ایموجی هست. مسئله اینه که ما کلمات فارسیشون رو متوجه نمیشیم. کلمات رو من میفهمم ولی چی داره میگه واقعا درمانده میشم در مقابل کلمات اینها. خلاصه بسیار بسیار کوتاه صحبت میکنن، زیاد توضیح نمیدن. کلمات فارسی چی داره میگه نمیفهمیم اینها رو. و باز مشکل این کلمات نیستش، چون اگر کلمات باشه یه جلسه برگزار میکنیم، بعضی از این نسل جدید رو دعوت میکنیم میان اینجا، برای ما الفاظ دونه دونه توضیح میدن. 400 تا کلمه نسل زد دارن، تقریبا 400 کلمه جدید هستش و اینا ما بهشون میدیم. من یه نکته بگم اول کلاس که عزیزان اذیت نشن، من اسلاید رو در اختیار همه عزیزان قرار میدم، مشکلی وجود نداره. نیاز به یادداشت جداگانه اون قسمتی که اینجا وجود داره نیاز به یادداشت نیست، من در اختیار شما قرار میدم. اصل بحث ان شاء الله بتونیم میگم. اگر نکته اضافه تری گفتم اونو خواستید یادداشت بکنید. ببینید مسئله واژه اگر باشه 400 تا واژه، یه کارگاه آموزشی بعد از ظهر یه نوجوان میاد برای ما 400 تا رو توضیح میده. یه 4-5 تاشو الان دیگه داریم از بس تکرار کردن، رل زدن و کراش داشتن و دیت و بلان دیت و اینا رو داریم میفهمیم دیگه. 400 تا کلمه حل میشه. مسئله این نیست. مسئله الفاظ بسیار پیچیده اینا هم نیست. طبعا یک ضرب در نوع پیریم. یعنی ما بزرگترها وقتی یه گروه داریم، مثلا در ایتا یا بله یا هر جای دیگه ما گروه داریم، مدل صحبت کردن ما اینطوریه. یه پیام میخوام بدم، پیام‌های فورواردی رو بگذاریم کنار، بقیه سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که در گروه هستن. من این نکته‌ای به ذهنم رسید، گفتم این نکته رو با بقیه مطرح بکنم. البته قصد توهین ندارم، نکته است به ذهنم. شما قشنگ با گروه با این پیام‌های بچه‌ها چک بکنید تفاوت رو. این من کامل اتفاقی از یه چت باکسی که بچه‌ها بودن، از اونجا این هیچ از پیام رسانه‌های رسمی هم صرفا این چت باکس دیگه. از اونجا ما سریع یه لحظه اسکرین شات گذاشتم اینجا، نه اینکه رفتم گشتم. مدل حرف زدن با حرف زدن ما ان شاءالله به دوستان بر نخوره. البته شاید نظر من اشتباه باشه، من میگم اینطوری. نفر بعدی هم پیام میگذاره چی، من تشکر میکنم از سرکار خانم فلانی، واقعا نکته مهمی رو گفتید. البته بیاید مسئله رو عمیق‌تر ببینیم. من نظر من اینطوریه. خیلی پیام محترمانه. بچه‌ها چیکار میکنن؟ بچه‌ها هم سلام هم نمیکنن اینجا. سلام قدیمیه، حتی سلمیم قدیمیه، سینه تنها هم قدیمیه. نسخه جدید اصلا سلامی وجود نداره. یه نکته داره اینجا، اون نکته رو باید پیدا کنم. گفت صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. اینا اشعار میر فندرسکی. گفت چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. اونو باید پیدا کنم تا بتونم ارتباط بگیرم. وارد گروه بچهای تمام 13-14 ساله شدم. این مثال من زیاد استفاده کردم تا حالا چون نمیتونم فراموشش کنم. به من پیام دادن بچه‌ها، طبعا چند نفره پیام میدادن. یک ضرب در نوع پیرین. خدا اینو چی دارن میگن؟ طبعا یک ضرب در نوع پیرین.
بعد اون جایی هم که من بودم قرار نبود اونا بفهمن من هستم. من گروهای بچه‌ها که هستم گاهی اوقات دقیقاً همین تیپ و قیافه رو دارم و اونا میدونن دارم با یه بزرگتر صحبت میکنن، یه بزرگتر تو گروه اینا دار مراعات میکنن. برای اینکه فضا طبیعی تر باشه با یه پروفایل دیگه من میرم. البته هیچ وقت هم دروغ نمیگم، مثلا من 16 نه دروغ نمیگم، اما راست ها رو هم نمیگم. یه دونه عکس گلی نخلی نه چیزی میذارم، میرم اونجا حرفی هم فقط حرفا رو میشنوم. پیام دادن طبعا یک زبدرنو پیر، این چی داره میگه؟ اگر میگفتم نمیفهمن زای بازی بود دیگه، میفهمن. یه بزرگتر اونجا هست دیدم گاهی اوقات تا میفهمن یه دونه سوتی من میدم سریع پیام میذارن، یعنی چی؟ غریبه است مراقب باشید، حرف نزنید تا این بره، سریع میفهمن. معمولا بعد یه فاصله که رد میشه سریع متوجه میشن، فقط زمان دیگه، حالا گاهی اوقات بعد 12 ساعت 36 ساعت میفهمن. اینو من بند و باب ندادم تا غروب وایستادم ببینم دقیقاً چیه. آخر غروب بود من تونستم رمزشو باز کنم. این تبعک یک زبدرنو پیرین میگفتن که به من پیام میداد تو شخصی، میگفت حاضری تبادل اکانت داشته باشیم؟ تبعک حاضری تبادل اکانت داشته باشیم؟ با اکانت اصلی، با اون یه دونه اکانت اصلی اگر منو فالو بکنی، با 9 تا اکانت فیک هم تو رو فالو، نورمال فالووری دیگه، 9 تا اکانت فیک تو رو فالو میکنم، قبول داری پی وی به من پیام بده، فالو کردم آن فالو کردی ریمووت میکنم، از قبل بهت گفته باشم. این مدل گفتگو، این مدل صحبت هستش. خب من همینجا یه خروجی بگیرم، همین اول یه خروجی بگیرم. قرار است ادب گفتگو، ادب صحبت رو یاد بگیریم. ببین این مدلی که من میخوام با این بچه‌ها صحبت بکنم، این روش جواب نمیده. روش چی؟ هی حرف بزن، هی بگو، هی بگو، هی بگو، هی تکرار. این روش جواب نه تو خونه نه تو مدرسه. یکی از شهرستان‌ها دعوت کردن، گفتن کارگاه حجاب، ما شهرمون مشکل حجاب داریم، شما بیایید صحبت کنید و همه دانش آموزای دبیرستان رو می‌خوایم جمع کنیم، دخترا بیا دیگه شما توی جلسه حجابو جمعش کن دیگه. معمولا هم نگاه بعضی اینه که خیال می‌کنن فرنگ مثل یک کپسوله، توی جلسه میدیم بچه‌ها می‌خورن با حجاب میشن دیگه. گفت 4 ساعت. گفتم مشکل نمیاد. 4 ساعت رو قولو گرفتن. قبل از اینکه من حرکت کنم از اون ماشین اومد دنبال، گفتم من 2 ساعت صحبت می‌کنم. حاج آقا ما برنامه ریختیم، همه رو دعوا کیک و ساندویچ خریدیم، 4 ساعت بعد 2 ساعت می‌خوای صحبت کنی، خرجت کردیم. گفتم 2 ساعت. با ناراحتی گفت مشکل. گفتم برنامه دیگه می‌خواید بذارید بذارید، من 2 ساعت بیشتر صحبت نمی‌کنم. الان نکتهش مشخص میشه چرا دیگه. تو مسیر داشت حاج آقا کجایی؟ گفتم مثلا 40 تا دیگه داریم که برسیم. گفت بس ما منتظریم دیگه. گفتم 45 دقیقه بیشتر بعید مثلا. حاج آقا خرجت کردیم اومدن فلان، اینا کلی شبهه دارن در مورد جا. گفتم 45 دقیقه بیشتر من نمیتونم صحبت کنم دیگه. با ناراحتی بیا، مشکل نداره دیگه. باش بیا، حالا یه بار دیگه دعوت کردم بیا دیگه. من رفتم تو سالن، من 19 دقیقه صحبت کردم. چرا؟ این جنس بچه بیشتر از 19 دقیقه نمیکشه، نمیتونه بشنوه بیشتر از 19 دقیقه. چرا؟ اونی که به جای اون پیام میگه طبعا یه زبدرنو پیریم سلام نمیکنه، هی تکرار صف مدرسه ساعت 7 صبح، اینو صبح خدمت معلمین گفتم، خانم ناظم شروع میکنه دیگه، من اینو نگم ما 5 دقیقه صحبت کردیم دیگه، من اینو تکرار نکنم و مجدد شروع میکنه تکرار کردن، تمام کلمات رو دوباره میگه. احساس ما اینه که هر چقدر کلمه رو بیشتر بگم اثرش میگه، مثل یک میخیه که هر چقدر بیشتر بزنی سفت‌تر میشه. نه، این مثل پیچی است که به آخر رسیده، بیشتر اگر به پیچی چی میشه؟ هرز میره. این دقیقاً بعد از 5 دقیقه توی سر صف اثر معکوس خواهد داد. 5 دقیقه دوباره حرف تکرار میکنم، مرحله بعدی چیکار میکنم؟ 5 دقیقه سوم شروع میشه. من دیگه تذکر ندم دیگه این رو دیگه، از فردا کسی این کارو نکنه دیگه. من موندم واقعا شما چطور من به بدی شما واقعا تا حالا دانش آموز نداره. اثر کمتر بعد شروع میکنم 5 دقیقه چهارم رو شروع میکنم. ما زمان ما که اینطوری نبود خانم، ما بهتون گفته باشم زمان ما اینطوری بودیم فلان بودیم اینطوری. خیلی خوب چشم افتخارات خودتون رو گفتیم تموم شد. داره چیکار میکنم؟ این نسل زبانش با من و شما چیه؟ متفاوته. یه نکتهش مشخص شد، اینا نسلی هستن که خیلی سریع میخوان صحبت کنن، خیلی سریع. علتش هم توضیح میدم خدمت شما، حوصله گفتگوی طولانی رو ندارن. خب میام تو محیط خونه، مدرسه رو الان کنم، تو محیط خونه میخوام با دخترم صحبت کنم، خواهیم گفت باید با بچه‌هامون صحبت کنیم. مهمترین راهکاری که آخر قرار است بهش برسیم، و من از اول راهکارا رو دونه دونه دارم میگم، مهمترین راهکار ما در مدرسه، در خونه، در خیابون حرف زدن، صحبت کردنه. این کاری که باید میخوام با بچه‌م صحبت کنم. بچه‌ای که گوشی دستش گرفته، دخترم مثلا دستش گرفته 8 ساله داره بازی میکنه، بعد چی میگم بابا بیا اینجا، بابا بگو دارم میشنوم، نه بیا اینجا، بابا میشنوم، بگو دارم میشنوم، بیا اینجا. حاج آقا اومده و گفته بود که تو ذهنم باید با بچه‌ها صحبت کنیم، بیا اینجا، بابا بگو بیا اینجا.
بلندش میکنم میارم اینجا گوشه با بگو میشنوم. اصلا میخوای گوش صحبت کنیم کامل تمرکز کنم، گوشی از دستش میگیرم میذارم اینجا. بچه اصلا الان دیگه اصلا آمادگی شنیدن نداره بچه در این زمان. اگر دقت کنید گوشی هم از دستش گرفتی شروع میکنه به حرکت دست و پا با مبل، مثلا رو مبل شروع میکنه مبل ور رفتن میزنه. مثلا پسر اگر باشه ضربه اینطوری بیشتر میزنه روی مبل، پاهاشو نگاه کنید داره حرکت میده، انگشتا رو داره اینطوری میکنه. چی منتظره که شما سریعتر حرفتون رو بزنید تمومش کنید گوشی رو بدید. شما چیکار میکنید؟ به سبک روش دهه 60. ببین بابا جان، ما تو زندگی اینقدر سختی ها داشتیم. عمت هم سن شما تو یادش بخیر، خونه مادر بزرگ. آره بابا بگو حرفتو. این نهایت 5 دقیقه نهایت رو گفتم. ما بعد از 5 دقیقه فقط در صورتی شما مجاز هستید که صحبت رو ادامه بدید که اگه مثلا تو آشپزخونه سر سرویس ناهارخوری شما نشسته غذاخوری دستاشو گذاشته، اگر این حالتو داره دستاشو گذاشته سرشو گذاشته این حالت شما ادامه بدید. اما اگر این نیست، ببینید صاف وایساده این طرف اون طرفو داره نگاه میکنه، شما سهمیتون تموم شده. چرا؟ این نسل زبانش با ما متفاوت هستش. سر کلاس میخوام برم صحبت کنم فلسفه حجاب بگم چی بگم، آخه 80 دقیقه تو دانشگاه 80 دقیقه پشت سرم هی چیکار میکنن؟ بیمارم میخوان آمپول بزنن یه دونه میزنن دیگه. من چیکار میکنم؟ آنژیوکت نصب کردم اون اول پشت سرم هی تزریق، بعدی به 6 به 12 به کمپلکس بزن فلسفه حجاب ولایت فقیه هم بگم اینم بگم شهدارم بگم اینم بگم. همه رو میخوای توی جلسه بگی؟ نه نمیشه. این فایده جواب نداره. یه از دانشگاه دعوت کردن گفتم بیا صحبت کن. دانشگاه هم خودشون هم گفتن عدد رقم ها رو اینجا تکرار نمی‌کنم که چه مشکلی داشت اون دانشگاه عدد. بعد به من گفته من شروع کردم صحبت کردم، هی از پایین چیکار میکنه؟ هی از پایین داره به من راجع به مسائل سیاسی نگفتی هنوز، مسئولی که اونجا بود نهاد ولایت فقیه هم توضیح داد، شبهات ولایت فقیه هم داره فلان. بابا اینقدر پشت سرم به این بچه آمپول نزن. شما صحبتی که می‌خواید صحبت بسیار بسیار کوتاه حق دارید صحبت کنید. بقیه نشانه‌هاش هم خدمت شما میگم. این زبانش با من و شما فرق میکنه. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه دیگه. چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. زبان کودکی زبان صحبت کردن بسیار بسیار کوتاه. خب حالا میرسم بقیه رو خدمت شما میگم. ببینید من یه ویژگی رو خدمت شما دارم میگم. ما این نسلی که داریم باهاشون صحبت میخوایم قراره صحبت کنیم، نسل Z. من برمیگردم اینجا. ببین این نسل Z من 10 دقیقه سر این اسلاید متوقفشم اصل نسل Z رو برای شما بگم، بعد میرم سراغ ویژگی ها. چون گاهی اوقات این نسل Z خیلی بد معنا شده برای ما و ما تصورمون نسبت به این نسل Z چی؟ یک نسل بیمار، بیعار، مریض، فاسق، فاجر، گناهکار. توضیح اصلا نسل Z یعنی چی؟ در یه علمی به نام جمعیت شناسی و دیموگرافی اینا آمدن چی شدن؟ اینا آمدن طبقه بندی کردن. طبقه بندی از کجا شروع شد؟ وسط اسلایدی که دارید مشاهده میکنی متولدین 1965 میشه تقریبا دهه 40 ما. این بچه ها که به دنیا آمدن رفتارشناس ها روانشناس ها این بچه ها فرق میکنن. یعنی چی؟ ببینید بچه من باید با من فرق داشته باشه، بچه شما باید با شما فرق. اگر بچه من پسر مثلا 12 ساله من، دختر 14 ساله من مثل منه، یا من بیمارم یا بچه، باید در طول تاریخ همیشه فرق وجود داشته، باید هم باشه. اما مسئله چی دیدن؟ بچه ها با بچه های قبل متفاوت هستن. بچه ها با بچه روی کردشون به حل مسئله، نگاهشون به زندگی، اینا چی؟ اینا با هم دیگه متفاوت هست. بعد دیدن این بچهای جدید رو نمیشناسن. این دهه 20 ها این رو گفتن، نسل های قبل بیبی بومرها و نسل ساکت و اینها. اینا چی گفتن؟ اینا گفتن ما این نسل رو نمیشناسیم، چرا این بچهای اینطورین؟ چرا این تفاوت به وجود اومد؟ اگر فرصت شد خدمت شما میگم، بعید حالا اون ریشه رو برسیم روز با هم صحبت بکنیم. فقط دیدن بچه‌ها متفاوتن. این بچه‌ها رو ما نمیفهمیم چی ان. گفتن نسل مجهول، متولدین دهه 40 به این طرف، نسل مجهول. علامت مجهول بودن در حروف الفبای لاتین چیه بفرمایید؟ نماد X. نسل X اینجا به دنیا آمد 1960. داشتن روی اینا کار میکردن ببینن اینا چرا متفاوت شدن، چرا فرق دارن با بچهای قبلی، متفاوت هستن، روی کرده اینا چیه، گرایششون، سلیقه‌شون، علاقه‌شون، اینا رو بیان حل کنن. یه دفعه دیدن یه بچهای جدید دارن بدون اینا با قبلی‌ها متفاوت هستن. از کجا؟ 1981. 1981 همون دوره‌ای که ما در ایران چی اسم گذاری شد، دهه بفرمایید نه دهه 60 ها. دهه 60 ها
دهه 60 با اون قبلی‌ها فرق میکنن ها. اون قبلی‌ها تفاوت مختصری داشتن. اینایی که از این زمان به بعد دارن به دنیا میان دقیقاً مقارن با ورود تلویزیون به خانواده‌ها. قبلش تلویزیون بودا. تلویزیون یعنی تلویزیون سیطره داره پیدا میکنه. قبلا چه؟ قبلا 20 دقیقه است، قبلا نیم ساعته. یه ورزش با مردم با ورزش داره، یه برنامه کودک ساعت 5 تا 6 داره. اکثر شما یادتون نمیاد. یه برنامه کودک 5 تا 6 بیشتر دیگه برنامه کودک. تلویزیون بود، قبل از اون هم بود. اما اینجا تلویزیون شروع میکنه به چی؟ به سیطره. نفوذش بیشتر و بیشتر. نسل دوم به نام دهه 60 ها اینجا متولد میشن. و ما در ایران کامل همه فهمیدن دهه 60 با دهه قبل متفاوت هستن. گفتم برای اینا نام بگذاریم. چی نام بگذاریم؟ قبلی‌ها ایکس بودن. برای اینا چی بگذاریم؟ بعد از ایکس کدوم حرف الفباست بفرمایید؟ ایکس، ایگرگ یا وای دیگه. نسل ایگرگ، نسل وای، یا با نام هزارها. اون که در تابلو دارید می‌بینید میلینیالز ها یعنی هزارها. خب روی اینا داشتن کار میکردن. اینا چرا اینطوری ان؟ اینا چرا فرق میکنن؟ یکم اومدن جلو دیدن بابا این دهه 60 ها بیچاره‌ها سوختن و ساختن. دهه 80 ها، دهه 60 ها اینا یک نسل جدید متولد شد. این نسل تازه دیدن اول مشکل اینجاست، اول تفاوت جدی اینجاست. متولدین 1997 به بعد رو اومدن جدا کردن. یه دوره 16-17 ساله شما اینجا دارید با نام دهه 60 ها. بعد چی شد؟ بعد دوره نسل زد و دهه 80 ها شروع شد. یه نسلی هم داریم به نام نسل گم شده. اون پایین دارید میبینید لاست جنریشن، متولدین 1880 تا 1900 گفتن لاست جنریشن، نسل گم شده. من میگم نسل گم شده اینا نیستن، نسل گم شده دهه 70 ها هستن. بیچاره‌ها اسمم ندارن. ما دهه 60 داریم، دهه 80، دهه 70 اسم. دهه 70 های بیچاره سالهای اولیه ملحق به دهه 60 هستن. سالهای از حدود تقریبا 75 76 جزء نسل دهه 8. یعنی مخاطب رو میخوام روش کار کنم حواسم باشه متولد 78 مثل متولد 80 و 83 است. اینا تفاوت چندانی ندارن. خب گفتن نامگذاری کنیم. خب الان میخوایم نام بگذاریم برای این گروه. چطوری نامگذاری کنیم؟ شروع میکنیم. دهه 40 ها چی شد اسمشون؟ نسل X. نسل بعدی این زد هیچ معنای خاصی نداره، هیچ معنایی نداره، فقط یک نشانه است و میخواید بنویسید این رو. این صبح هم خدمت برخی از معلمین بودم اینجا، خدمت آستان اشرفی اونجا خدمت شما. این یک زد انگلیسی. فارسی هم که میخوایم بنویسیم با رزه نوشته میشه، زد معمولی. و خواهشاً اگر میخواید با این نسل کار کنید نام این نسل رو درست تلفظ بکنید. اگر نام این نسل درست تلفظ نشه امکان ارتباط ما با اینا چی میشه؟ از بین خواهد رفت. من یه استعاره استفاده کردم، نه اینکه دارم صحبت میکنم حواسم باشه با سادزاد نگم، نه استعاره بود. یعنی چی؟ ما الان چند مورد اتفاق افتاده. یه موردش که مال یکی از شهرستان‌های استان تهران بود، دعوت کردن، من رفتم دیدم یه دونه بنر اینجا گذاشتن نوشتن کارگاه آشنایی با نسل زد با سادزاد نوشته. ببین اصلا ذهنیت رو ببینید چیه، با نسل زد و معاند. و گفتن دیگه بقیه‌اش خب می نوشتید دیگه، و محارب و کافر منافق، مرگ بر آل سعود خائن، مرگ بر آمریکا. چه نحوه برخورده با این نسل؟ الان ما سایت های رسمی داریم در ایران، نسل زد می نویسن با سادزاد دارن می نویسن این رو، و نگاه داره این که با سادزاد می نویسه، نه اینکه اشتباه داره میکنه، اشتباه داره میبینه که اشتباه داره میگه. استاد بزرگوار خود تخصص اصلشون این نبود، جای دیگه آدم تو حوزه خودش باید سعی کنه حرکت کنه. اومده بود تو این حوزه کارگاه برگزار کرده برای مربیان. بعدا من رفتم همون جمع کلاس داشتم صحبت میکردم. اون کسانی که اونجا بودن روانشناس هم بودن، اونایی که اونجا بودن همه روانشناس بودن. گفتن شما مطمئنید که این زد همین است که شما دارید میگید؟ گفتم خب قاعدتا من رو همین کار کردم مدت‌ها. گفت آخه آقای دکتر فلانی اومدن و گفتن زد مخفف زامبیه، ما نسل زامبی ها رو داریم و این نسل مثل زامبی ها هستن. ببینید اون نکته‌ای که می‌خواستم بگم، اگر تلقی شما از این نسل یک نسل بیمار فاسق فاجر است، نمیتونید با این نسل کار کنید. تا نگاه هم رو نسبت به این نسل درست نکنم، تا اون احترام رو من بهش نگذارم، نمیتونم با این نسل کار کنم. پیغمبر اگر در محیط شبه جزیره موفق عمل میکنه، اول چه اتفاقی میفته؟ به انسان باور داره، انسان به عنوان یک مخلوق الهی، به عنوان کسی که خلیفه خدا شده. اگر بت هم میپرستی تو قابل اصلاح هستی، میشه درستت کرد. اینکه نگاه من این باشه تو یک موجود خراب شرور هستی، نمیتونم باهاش کار کنم. ما مربی ها، ما بزرگترها، مشکلی که داریم نوع نگاهمون به اینها منفی هستش.
یعنی چی؟ من مثال میزنم خدمت شما. قاعدتا برخی از معلمین عزیزم اینجا هستن دیگه، میریم میشینیم تو دفتر، میخوایم یه چایی بخوریم، صحبتمون شروع میشه. آره این بچه‌ها چرا اینطوری ان خانم فلانی؟ اصلا دوره ما که اینطوری نبود دیگه، اینا اصلا ادب دارنه. تو تاکسی میشینیم همینو میگیم، تو مهمونی همینو میگیم. خدمت شما بگم این نسل حاضر اگرچه که برخی از رفتارهاش با نسل قبل متفاوت شده و نگرانیم و باید درست کنیم این مسئله رو، اما خیالتون راحت باشه باور عمیق دینی در این نسل همچنان وجود داره و بسیار شدید هم هستش. رفتارها و نمودهای دینی تغییر کرده، باید درستش کنیم، باید اصلاح بشه. اما این که من خیال میکنم گاهی اوقات آمار هم میدن، آمارهای بچه‌ها از دین برگشتن دیگه، کسی به دین از کجا این عدد و رقم ها رو دارید میارید؟ به من که خدمت شما قطعا دیگه برخورد دارید دیگه. من برخی از شهرها که رفتم مخاطب من شما نبودید که من افتخار میکنم به این پوششی که در اینجا دارید. مخاطب من کسانی بودن که اینها پوشش اسلامی مطلقاً نداشتن یا بسیار بسیار کم بوده. من با بدترین گروه ها صحبت کردم. یه وقت یه جمعی من صحبت کردم، واقعا اون جمع اصلا سوا کرده بودن، از کل شهر سوا کردن، ساقی ها رو آورده بودن که اینا هم بچهای همین نسلا نه بزرگترا 17 18 ساله ساقی فلان بچه فلان، اینا رو جمع کردم. من با اینا صحبت کردم. میدونید جنبندی من چی شد؟ گفتم بچه‌هایی که رفتارهای پرخطر دارن باهاشون جلسه برداشت. من بعد از جلسه این شد گفتم این رو، گفتم نصفشون مصطفی چمران هستن. اگر کسی باهاشون ارتباط برقرار کنه، اگه کسی باهاشون حرف بزنه، اگه کسی بفهمه حرفشون رو، اگه کسی وقت بگذاره، اینا رفتار پرخطر ندارن. رفتار پرخطر مال منه. من پرخطر در جمهوری اسلامی، من مسئولی که وظیفم عمل نمی‌کنم، من پرخطر هستم. احمد کاظمی گفت که اگر در اون جایی که هستی جایگاهت نیست تو خیانت کردی. خیانت این نیست که اسرار رو بدی به یک کسی دیگه. اگر میدونی به درد این پست نمیخوری من پرخطر، این بچه پرخطر نیستش. این نگاه رو به عدد و رقم، من میخواستم یه اسلاید دیگر رو بگم، بس همینجا عوضش کردم. من چند تا عدد رقم خدمت شما بگم خیالتون راحت بشه. این نسل باور عمیقش به خدا همچنان وجود داره. ضریب نفوذ دین در جامعه ایرانی در بین جوانان ما 78%. جزء 5 کشور بالا در دنیا هستیم. 78% بسیار بسیار عدد بالا. ببینید من یه نظر حداقل یکی دو تاش خدمت شما نمایش بدم خیالتون راحت بشه که اون طوری که بعضیا میان گزارش میدن که آقا جامعه از بین رفت فلان شد. من اینو فقط خدمت شما نمایش بدم اگر بیاد. خب ببینید این الان این نموداری که من خدمت شما میخوام نمایش بدم دیلی پریر، یعنی نیایش روزانه. پریر رو معمولا تو مدرسه برای بچه‌ها نماز ترجمه، اشتباه. پریر یعنی نیایش. میتونه نماز باشه، میتونه چی باشه؟ زیارت شروع، میتونه دعا کمیل باشه، میتونه یک لحظه خلوت با خدا باشه. شما چند درصد با خدا صحبت میکنن به صورت روزانه، هفتگی و کار نداره؟ عدد از اون بالا نمودار میاد پایین. کمترین عدد مال برخی از کشورها مثلا چین بسیار بسیار پایینه، ژاپن پایین هستش، اینا بعضی از کشورها بالا هستن. من جایگاه ایران رو همین تصویر رو کوچیک‌تر کردم، بزرگتر کردم، بخشی از این تصویر. اینجا شما جایگاه ایران رو در تصویر بعدی میتونید ببینید. ببینید ایران اینجا قرار گرفته. میبینید ایران رو الان یا نه؟ دیده نمیشه. بله. یعنی چی؟ 87% بچه‌های ما 87% با خدا حرف میزنن به صورت روزانه. به صورت روزانه هفتگی 87. این نسل ضد دین نیست. 4 سال 5 سال پیش کنفرانسی بود، کنفرانس بین‌المللی الحاد. بعد من جز اون هیئت رئیسه گذاشته بودن. یه نفر الجزایری بود، یک نفر عربستانی بود، یکی ایرانی بود، یکی کشورهای مختلف ولی همه اسلامی، کشور اسلامی بودن. یه آقای از عراق اومده بود میخواست آمار بده، هیئت علمی دانشگاه، دکتر و آدم مذهبی. گفت در عراق 80% جوانها امروز ملحد شدن، کافر شدن. آخه آقای دکتر 80% از کجا داری میاری؟ در جامعه شما 84% نیایش روزانه دارن، با خدا دارن صحبت میکنن، از کجا داری میاری که همه از دین برگشتن؟ عدد و رقم الکی حواسمون باشه. این عدد رقم هایی که گاهی اوقات داده میشه دقیقاً بخشی از پازل دشمنه. میدونید چطور؟ الان مثال میذارم خدمت شما. نسبت به این نسل
تصور زامبی نداشته، این نسل مؤمنه، رفتارش خرابه، رفتارش رو باید اصلاح کنیم، درست کنیم، حجابش، نماز باید بخونه، نیایش، اینا رو درست کنیم. اما ضد دینی. این بچه‌ها همشون عاشق امام رضا، کربلا رو هم دوست دارن. یه درصد هم که همیشه در طول تاریخ وجود داشته، اون که نمیتونیم کاری انجام بدیم. اما خیالم راحت که این بچه‌ها چی هستن؟ این بچه‌ها اصل رفتار دینی و چیه همچنان دارن اینا. خب بذارید اینجا من یکم سریعتر رد شم، اینجا توقف نکنم دیگه. خب این چی شد؟ این شد نسل ز. یه نکته خواستم بگم رد میشم که برسم بقیه اسلایدها رو خدمت شما بگم. این میشه نسل ز. یه بنده خدا مقاله نوشته بود نسل بی. این ترجمه نسل بی، این بی معناست دیگه. آخه این اصطلاحات استاندارد دیموگرافی جمعیت شناسی X Y Z، نسل بعدی بچهای دهه 90 میشن نسل آلفا. اینایی که بعد از این بچه‌ها دارن به دنیا میان نسل آلفا، که الان کارگاهاش دیگه کم کم شروع شده، نسل آلفا هم داره برگزار میشه. آخه از کجا شما دارید میارید نسل بی؟ من مقاله رفتم گرفتم دیدم نوشته این نسل زد و نسل آلفا اینا همه بی خوده. ما یک نسل بیشتر نسل بی. نسل بی چیه؟ نسل بی تربیت، بی ادب، بی آر، بیمار، بی همه چیز. آقا این تلقی نمیشه. حتما نوع نگاهم رو درست کنم. اگر بچه‌ها احساس کنن که شما باورشون دارید، اگر احساس کنن که شما قبولشون دارید، با تمام عیوبی که دارن میتونید باهاشون ارتباط برقرار کنید. امان از وقتی که بچه شما بفهمه در خانه شما نگاهتون نسبت به این بچه چیه؟ منفی هستش، دیگه نمیتونید باهاش کار کنید. این پس جریان نامگذاری نسل زد این هیچ چیز خاصی نیست و ما امروز میخوایم یه مقدار نسل زد رو بشناسیم. اصلا نمیخوایم بگیم بچه‌ها خوب یا بد، فقط بچه‌ها متفاوتن. دقت بشه، بچه‌ها مخالف نیستن، بچه‌ها مختلفن، بچه‌ها زد نیستن، بچه‌ها فرقن. خوب بچه‌ها الان کار نداره. خب ویژگی‌های رفتاری نسل زد، تفاوت‌هایی که ما دارن که کتابم خدمت شما معرفی خواهم کرد، مجموعه کتاب معرفی می‌کنم. حدود 30 تا تفاوت دارن بچه‌ها که این 30 تا بخواد گفته بشه مفصل میشه، وقت جلسه کفاف نمیده. این 30 تا رو من خلاصه کردم در 5 تا که این 5 تا امروز یکیشو فقط میرسیم با هم دیگه صحبت کنیم، یکیشو حل بکنیم، بقیه‌اش مشخص میشه. یکی از ویژگی‌هایی که بچه‌ها دارن چیه؟ عصر سرعت. بچه‌ها عصر دیجیتال هستن، عصر سرعت هستن، عصر لذت هستن، عصر شهوت هستن، عصر اطلاعات هستن. یکیشو با هم صحبت میکنیم، عصر سرعت. اسلایدهای قبلی رو میخوام استفاده کنم الان. چرا بچه‌ها اینقدر خلاصه مینویسن؟ سریع بره مطلب بعدی. چرا میگه پی ریم نمی نویسه بیا پی وی با هم صحبت کنیم چنین و چنان بشه ریموو میکنم؟ عصر سرعت. زبانشناسا روی این کار کردن، دیدن بچه‌ها الان جدید که دارن صحبت میکنن آخر کلمات رو تلفظ نمیکنن، سری میره چی؟ سری میره روی جمله کلمه بعدی. اون آخر کلمه رو در عربی عزیزان قاری اگر هستن اشمام یعنی چی؟ دهان حالت حرف رو میگیره اما حرف تلفظ نمیشه. مثلا در زبان فارسی آخرش رو چیکار میکنن؟ با اشمام رد میکنه. چرا؟ عصر سرعت. چرا ایجاد شده؟ این امروز نمیرسیم با هم صحبت کنیم چرا واقعا اتفاق افتاده. به هر حال این به وجود اومده. بچه‌های میخوان سری بعدی. همه اون مسئله نگارششون به این داره برمیگرده. غلط‌های املایی زیادی که اینها دارن، خصوصا در اینستاگرام. را این اسلاید من نرسیدم توضیح بدم این 6 تا چقدر با هم تفاوت داره. اینستاگرام‌ها به صورت خاص بیشترین غلط املایی رو دارن، نه اینکه بلد نیستن. یه قسمت داره بلده، اونی هم که بلد هستن غلطشون رو اصلاح نمی‌کنن. چرا؟ میگه حوصله داری برگردم درستش کنم؟ ول کن، میرم بعدی، میرم اون خودش بفهمه من چی نوشتم دیگه. غلطش رو اصلاح نمی‌کنه. تماما به این نکته داره برمیگرده، عصر سرعت. خب این کجا میتونه مشکل به وجود بیاره؟ عصر سرعت از یه جهت خوبه، بچه‌ها از وقتشون استفاده میکنن، میتونه خوب باشه، اما یه جا میتونه خطرناک بشه. یه وقت میتونه با آینده بچه چیکار کنه؟ بازی بکنه. کجا میتونه با آینده بچه بازی کنه؟ بخشی از مشکلاتی که ما الان با فرزندان دانش آموزان در محیط دانش آموزی دانشجویی داریم به عصر سرعت برمیگرده. چطور؟ یه نمونهش میشه از بچه‌ها نظرسنجی کردن. شما دوست دارید چی کاره بشید در آینده؟ دکتر میخواید بشید، حقوقدان میخواید بشید، مهندس بشید، وکیل بشید؟ چی کاره دوست دارید بشید؟ عددهای مختلف در نظرسنجی‌های مختلف به دست اومده، از باب نمونه اینو گذاشتن. حالا 10 تا کمش کنید یا زیادش بکنید، اما عدد تقریبا همینه. اگر بالاتر نباشه کمتر نیست. 57% از نسل Z
در این نظرسنجی گفتن ما دوست داریم اینفلوئنسر بشیم. اینفلوئنسر یعنی چی؟ یعنی بلاگر بشم، یعنی اینستاگرامر بشم، یعنی یوتیوبر بشم، میخوام بیام اینجا. چرا میخوای این کار رو انجام بدی؟ یک، شهرت بالا، اینا مشهور هستن. دو، ثروت بسیار بالایی دارن. یه بلاگر به صورت معمولی در ایران الان ماهی حدود 350 میلیون تومان داره. بلاگرایی که تو اینستا احیانا دنبال میکنید حدود 350 میلیون تومان، اینا هر کدوم از این خانم ها دارن. امثال دیگه چون میشناسید پریسا پورمشکی، اینا برید به حدود 1 تومن برسید. این که دارم میگم صفحاتی که حدود 1 میلیون نفر من دارم خدمت شما رقم رو میگم چون باهاشون ارتباط کاری دارم با بعضی از اینا، خودشون میگن حدود 1 میلیون فالوور در ما حدود 300-350 به سادگی دارن در ثروت. اما علت علاقه بچه‌ها به این شغل فقط ثروت و شهرت نیست. عامل اصلی چیه؟ سرعت یعنی چی؟ کی حوصله داره بره دیپلم بگیره، برو دانشگاه، بعد دانشگاه پسر باش، برو سربازی، برو ارشد بگیر، برو استخدام بشو. همین الان من دارم در نتیجه، من که امروزم بهشت نقد حاصل گشته است، وعده فردای زاهد را چرا؟ همین الان سراغ این کار میاد. ما پایه 10 11 12 ترک تحصیل زیاد داشتیم در این چند سال نسبت به قبل متفاوته. قبلا ترک تحصیل بچه‌ها میکردن چیکار میکردن؟ میرفت سر شالی. قبلا چیکار میرفت؟ مکانیکی. قبلا چیکار میرفت؟ کار میکرد. الان چیکار میکنه؟ تن لش تو خونه میگیره میخوابه. اما چرا داره درس رو رها میکنه؟ چرا درس نمیخونه؟ بچه‌ها علاقه به درس ندارن. چرا علاقه به درس ندارن؟ میگه من باید یه حرکت بزنم خیلی سریع به نتیجه برسم، زود میخوام به نتیجه برسم. اگر یه مسیر باشه 2 هفته‌ای من رو به نتیجه، من حوصله 3 هفته ندارم، من حوصله 2 ماه ندارم. همینجوری نکته داخل پرانتز بگم، اگر برای بچه‌ها دارید برنامه تعریف میکنید حواسم باشه، برنامه باید به صورتی باشه چیکار کنه بچه رو زود به یه نتیجه برسونه، نگذارم تا آخر بره به نتیجه برسه. حفظ قرآن میخواد باشه، آموزش زبان میخواد باشه، آموزش برنامه نویسی میخواد باشه، باید این برنامه رو تقسیم کنید. هر مسیر کوتاهی کردن بلافاصله یک نتیجه بگیر. این نتیجه دارم میگم جایزه نیست بگم خب تو اگه 5 جزء قرآن حفظ کردی برات یه دوچرخه میخرم، 10 جزء موتور میخرم. نه، این نیسته. 5 جزء اگر در یه مسجد فعال هستی یه دختر خانم قرآن حفظ کرد، مربی حفظ قرارش بدی. جایزه، هدیه نه، شخصیت، مسئولیت، بزرگی، تکریمش کنی. تو الان میشی مربی. زبان داره یاد میگیره، خب الان ترم 7 تموم شد، میتونی بگی آی ام پنسل، خیلی ممنون، نمیام براش یه گوشی بخرم. داری خب خیلی میشه اینو برا من بخونی، پشت دارو رو بخونی ببینم چی هستش، برو کار کن بیا ببین چیه. بعد جلو دایش میگن ماشاءالله این محمد آقامون، این آقا مجیدمون اینقدر قشنگ من گیر میکنم که این میشه. تکریم اینه، هدیه خریدن. اگر بچه این وعده ها، این میان وعده ها بهش پیاده نشه، این نسل حوصله رسیدن به اون نقطه پایانی رو نداره. درس رو دارن ترک تحصیل میکنن. چرا؟ از باب نمونه این آقا پسر رو نگاه بکنید، این تیپ الان زیاد داره دیده میشه. انشالله که صداش هم پلی بشه، مشکل نداشته باشین. همزمان که این پسر داره صحبت میکنه یه مقدار زبان بدنش هم دقت بکنید. برای من زبان بدنش مهمتر است از حرفایی که داره میزنه، تقریبا از ثانیه 10 به این طرف. تو پسرها این زبان بدن بیشتر است، تو دخترها این تیپش کمتر داره دیده میشه. بیاد ثانیه 10 ببینید شونه ها افتاده، بدن کامل لشه، اینطوری افتاده. بعد داره صحبت میکنه، دستا حالت اینطوری کامل رها هستش، این دست کامل رها هست. مثلا اینطوری دستو اینطوری تکون. یه کلیپ جکی جان چند وقت پیش باهاش مصاحبه کردن، نمیدونم کدوم شبکه خارجیه، وقتی در مورد پسرش ازش سوال میاد دقیقاً میگه بچه‌م حافظه اینطوری هم هی دستا رو اینطوری رها کرده، اینطوری ما جلو پدر اینطوری بودیم، این دستا رو اینطوری رها کرده. احیانا قاعدتا درش هم وجود داره، البته در ایران الحمدلله این شلوارهایی که مال آپسرها این افتاده، این تیپ نیستا. این صرفا که من میخوام یه تیپ بزنم، نه، یه نکته داره. یه جا من رفته بودم، اینقدر عجیب بود شلوارایی که اینا پوشیده بودن این نسل. هزار رحمت به بچه‌های ما، به جوانایی که ما داریم. این نشان دهنده یک ویژگیه که اشاره خواهم کرد. فعلا حرفاشو بشنویم ببینیم چی داره میگه، نوع نگاهش به درس و زندگی چیه. چند سالتونه؟ من 18. شغلی که برای آینده مد نظرتون چیه؟ اصلا هر کی واسه خودش کار کنه، کارگر نباشه. حالا هر چی خیلی رو انتخاب میکنم، چون ترید واقعا برای من مناسبه، من دوستش دارم و ادامهش میدم. یه توصیه بخوایم به همسن سال خودتون داشته باشه چی میگید؟ درس و مدرسه واسه کسیه که استاد دانشگاه رو بشه اون بعد ادامه بده. اما واسه منی که مثلا
میخوام روز زندگیم کار کنم و اصلا کاری به این چیزا ندارم، نه اصلا به درد نمیخوره. همون یه سواد خوندن نوشتن یه کافیه. مهم مهارت فروش‌سازیه که بعد اون یاد بگیریم، اونجوری زندگی رو تغییر میدیم. من جملهش الان که بعضی از جملاتش آره درسته، بعضیش اشتباه، اما نوع نگاهش به درس اینا رو دیدی چطوریه؟ نوع نگاهش به آینده. ما چقدر بچه‌های نخبه رو در این چند سال از دست دادیم. من مستقیم با اینا در ارتباط بودم. چرا؟ به خاطر اینکه من حوصله ندارم مسیر طولانی رو برم. بچه من مثلا میگم من نوعی داره درس و کلاس 11 میگه من نمیخوام درس بخونم، نمیخوام برم مدرسه. چه مشکلی پیش اومده؟ این مشکل از اینجا داره شروع میشه. نوع نگاهش به زندگی چی شده؟ من سریع به نتیجه برسم. یه مشکلی هم که این آقا پسر داشت به صورت خاص که این باید به صورت جدی سر این مسئله کم کم کارگاهش برگزار بشه. میزان ترشح تستوسترون در بدن این آقا پسر به حداقل رسیده. باید برید نگاه کنید چه غذایی بهش دادن. فست فود خیلی زیاد ممکن این عامل باشه. نوع لباس نامناسب، لباس تنگ برای پسرها، لباسی که خیلی مثلا فرض کن پارچه خیلی لطیف داشته باشه، لباس زیر مناسب نیست. از همون مهمتر عامل رسانه بوده. این مشکل هم جهانی است. به صورت کلی تستوسترون در پسرها کمتر و کمتر شده که اون مشکل جدی به وجود بیاره. بگذاریم این الان نمیخوام صحبت کنم. این برگه‌ای که خدمت شما دارم نمایش میدم این کاملا چی؟ الان کاملا تعریف شده هستش. شما استعداد درخشان نمونه دولتی که بگذارید کنار، اونا خاص میشن. بچه‌های غیر دولتی هم بگذارید کنار، چون مدارس غیر انتفاعی میدونیم چه خبره دیگه، وضعیت نمره دادن. آینه از بچه‌های کلاس 12 میخوای ستای پایینی شاهد هیئت امنایی عادی دولتی. ضمن این نوبت اول است. معلمین عزیز که اینجا حضور دارن یا احیانا دانش آموزان عزیز میدونن نوبت اول و نوبت دوم چقدر با هم تفاوت داره. چرا سطح نمره اینقدر میاد پایین؟ چون این بچه‌ها علاقه به درس ندارن. چرا؟ عنصر سرعت. یه عنصر رو صحبت کرده ما، این عنصر همه جا خودش رو نشون میده. هی میخواد سریعتر به نتیجه برسه. شما تو صحبتتون، تو بیانتون بخواید معطلش بکنی، این حوصله نداره. یه مقدار صحبت شما طولانی بشه، سریع چیکار میکنه؟ اگر گوشی دست گوشی در میاره. یه خاطره خدمت شما بگم، این قسمت صحبت رو جمع و جورش کنم. شب تاسوعای حسینی 2 سال گذشته، یعنی محرم قبل، نه محرم قبل، تا یکی از استان‌ها من بودم. منبر من تموم شد، من اومدم پایین. مداح اول اون مرکز استان، نه مداح دومشون اومد. از قدیم میشناختمش، حاج علی آقا نامی بود، میشناختم. من رفتم پایین منبر نشستم. مخاطب کیه؟ مخاطب همین نسل زدی که داریم صحبت میکنیم. من رفتم نشستم، خب سرمو انداختم پایین. حاج علی آقا شروع کرد یک دستگاه خاص، یک مقام خاص، مقاماتی که وجود، یه دستگاه خاص شروع کردشون خوندن مناجات با امام زمان. رفت جلو تمام 5 دقیقه خون. من همینطوری با خودم گفتم که علی آقا ردش کن دیگه، تموم شد. 5 دقیقه تموم شد، ردش کن. ادامه داد. دوباره 5 دقیقه همون رو گفت. بعد 5 دقیقه در علی آقا تمومش کن. با خودم، نه اینکه بهش بگم، صدا نه، تمومش کن. ادامه داد. 5 دقیقه بعد ادامه داد. 20 دقیقه دقیقاً با یک ریتم خاص 20 دقیقه چیکار کرد؟ اینو هی گفت. بعد 20 دقیقه منم خسته شدم دیگه. خسته شدم، سرم آوردم بالا، دستو برداشت. مثلا خیلی جالبه دیدم. خیلی این حلقه اولی که دور مداح میشینن، آقایون دیگه خودشون قدیم مینشستن یا الان دوستان من، این حلقه اول خیلی جالب بود برای من نگاه کردم اگر حدود مثلا 25 تا جوون نشسته بودن، 15-16 تا موبایل در آورده بودن، داشتن موبایل رو نگاه میکنن. شب تاسوعا حلقه اول. چرا؟ میگه من حوصله یه دستگاه سریع ردش کن، برو بعدی. من فایل درسی میخوام گوش کنم، رو چقدر میگذارم؟ 2x میگذارم. وقتی 2x میگذارم تو هم میخوای، نمیگم لزوما تون بخون، اما سریع جمعش کن، برو بعدی. 2 ساعت مداحی، 1 ساعت و نیم جواب نمیده، سریع باید این جمع و جور بشه. رفیقش دعوتش کرد رفت چین، بعد رفت یه کنسرتی. اون خواننده اومد و یه کلمه گفت مثلا چان چی. این به رفیقش گفت این چی گفت که این گفت که ما باید نگاهمون رو به طبیعت زیبا بکنیم، کائنات پاسخ مثبتی میده. اگر تو دوست داشته باشی محیط اطرافم به تو احترام میگذاره، بعد از اون باعث میشه تو موفق بشی. هر چقدر اطرافیان تو بتونی بیشتر دستشون. هی گفت همه رو تو این یک کلمه گفت. خیلی خوبه. دعوتش کرد، گفت بیا تهران. اومد تهران و بردش کنسرت شهرام ناظری. 10 دقیقه یه رو فقط سنتور زدن و تموم شد و شهرام ناظری شروع کرد ها اینا رو گفت. و بعد 10 دقیقه رفیق چینی گفت این چی داره میگه؟ این هنوز هیچ چی نگفته، این هنوز فقط داره تحریر میاد، هنوز نگفته.
برای نسل قبل این موسیقی جواب میداد، واقعا جواب میداد. شما نگاه کنید نسل قبل اگه میخواد بره یک آهنگ خاص 30 دقیقه 35 دقیقه 25 دقیقه سنتور بزن. الان چه کار میکنن؟ الان الحمدلله ما اهل کنسرت نیستیم، ولی اون جاهایی که من به صورت محدود لازم بوده از نزدیک ببینم جالب بوده. اونی که میخواد آهنگو اجرا بکنه معمولا 3 تا 4 دقیقه جمعش میکنه. خواننده‌های جدید میدونه بیشتر جواب نمیده، 3 تا 4 دقیقه جمعش میکنه، بعد میاد دوباره چی؟ نه اینکه بریدا، نه آهنگ بعدی، بعد آهنگ بعد. من گفتم نگید که شیخ میره کنسرت، نه اصلا خوشم نمیاد. فقط گاهی اوقات رو قرار سخنرانی میکنم، رفتم اونجا گفتن قبلش رو قرار است خواننده‌ها بخونن، منم گیر کرد و نمیتونستم بیام بیرون دیگه. الحمدلله مستفیض شدم، ولی دیدم 2-3 بار اتفاق افتاد، دیدم همه این خواننده‌ها چیکار میکنن؟ 3 دقیقه یه قطعه رو میاد اجرا میکنه، تمومش میکنه، قطعه بعدی قطعه. این دقیقاً فهمیده چی کار کنه، این میدونه شما با یک ریتم خاص بخوای ادامه بدید جواب نمیده. بعد از این نوع محصولات ما برای این بچه‌ها باید چی باشه؟ در قطعات کوچیک باید تعریف بشه، طولانی نه. میخوام برای بچه‌ها پیام تو گروه بگذارم، هیچ وقت برای بچه‌ها یه مسئله رو توضیح ندید، یه جمله بسیار بسیار کوتاه بنویسید تمومش کنید. اگر اهل فعالیت در فضای مجازی هستید، توی ایتا بعضی از کانال‌ها وجود داره، می نویسن کسی نمیخونه اینا رو، خیالتون راحت باشه. میخواید کسی بخونه یه عکس بگذارید، همه حرفی که میخواید بزنید برای این نسل اگه دارید کار میکنید 3 خط، نهایت 3 خط، بیشتر از 3 خط اینها نخواهن خوند دیگه. اومدن اسکن کردن حرکت چشم بچه‌ها رو زمانی که در پیام رسان‌ها هستن، کتاب که اصلا چی پیام رسان. بعد دیدن که اون الگویی که بچه‌ها پیام‌ها رو نگاه میکنن حرف F هست. حرف F یعنی چی؟ این F انگلیسی در نظر بگیرید. یعنی چی؟ بچه‌ها به پیام‌ها که میرسن، پیام‌ها رو دارن میرن، ما هم همین است، ما بچه‌ها فهم، ما خودمون هم همینه. ببینید غیر از این پیام‌ها رو که میرسن، وقتی این پیام مثلا 10 خط متن نوشته، اصلا صحبت مهمی هم باشه، من خط اول رو میخونم، بعد چیکار میکنم؟ سر میخورم میام وسط، بعد چیکار میکنم؟ وسط دوباره یه خط رو میخونم، دوباره سر میخورم میرم پایین، میرم پیام بعد. این بچه‌ها نمیخونن. اگر میخواید بنویسید شما هم خط اول رو، نه خط دوم رو بنویسید، بیشتر از اون اینها نه. اگرم میخواید طولانی بنویسید، مخاطبی دارید که بعضی بزرگسالان میخونن بعضی کم سن و سالان نمیخونن، F رو در نظر بگیرید. F بعد چیکار؟ اینا اونایی که حواسشون هست این کارو انجام، این F رو در خط اول مهمه. این رو بیایید مثلا بولدش کنید، دیدید دیگه یه کلمه فارسیش چی میشه؟ بولد، برجسته سازی. اینو بزرگ کنید، بیایید وسط پیامتون، وسط دوباره مطلب اصلیتون یه خطشو بگذارید اینجا، اینو بولدش کنید، بقیهش دیگه خیلی مهم نیست، ردش کنید. تصویر باید استفاده بشه، کلیپ باید استفاده بشه. کلیپ چند دقیقه‌ای برای بچه‌ها بگذاریم اگر کانال ایتا میخواید درست کنید یا جای دیگه؟ چند دقیقه‌ای؟ 20 دقیقه. درسته 20 دقیقه؟ غیر از کلیپ های آموزشی که جاشم توی ایتا و اینا، اگر کلیپ به صورت کانالی میخواد بیاد قرار بگیره، بیش از 1 دقیقه جواب نمیده، که از این 1 دقیقه به صورت متوسط عدد و خدمت شما میگم، هم خودم سنجیدم هم جای دیگه سنجیدن، عددی که بچه‌ها نگاه میکنن 21 ثانیه است. 21 ثانیه. یعنی چی؟ به کلیپ که میرسه شروع میکنه، به محض این که دید بقیه‌اش رو حد زد چی شد، چیکار میکنه؟ متوسط 21 ثانیه. چرا تیک تاک نسبت به اینستاگرام موفق تر عمل کرده در دنیا؟ چون تیک تاکرها زودتر حرفشون رو میزنن، اینستاگرامرها 1 دقیقه طولش میدن، تیک تاکرها معمولا بعد 30 ثانیه تمومش میکنه. هر چه کوتاه‌تر بهتر. جنبندی قسمت اول. با روش دیروز نمیتوان برای امروز برنامه ریزی کرد و با روش امروز نمیتوان برای فردا برنامه ریزی کرد. من با الگویی که در دهه 60 یا در دهه 70 بزرگ شدم نمیتونم برای بچه خودم امروز بیام نسخه بپیچم، عوض شده. توجه هم داشته باشیم، نه اینکه ارزش تغییر بکنه، ارزش هیچ وقت تغییر نمیکنه. تا قیام قیامت بهشت در زیر پای مادر است ولا غیر. تا قیام قیامت بچه باید یاد بگیره دست پدر رو ببوسه. تا قیام قیامت بچه باید بدونه سخن به راستی بگه. تا قیام قیامت حق تجاوز به حقوق دیگران. یه اشتباه همین اول میخوام بگم، برخی از ما میخوایم کار فرنگی کنیم، دقیقاً اشتباه میکنیم. اونجا روش تغییر میکنه، ارزش تغییر
نمیکنه. یعنی چی؟ مثلا من بیام بچه‌ها رو جمع کنم، خب بچه‌ها همه بپرید بالا، کلیپش هم اومد دیگه دیروز، دیگه همه بپرید بالا بپرید بالا. نه، ارزش ثابته، ارزش تغییر نمیکنه. روش حرفتو میخوای بزنی، من بیام دعوت کنم بچه‌ها رو به رقص و آواز و فلان و موسیقی کذا و بچه‌ها بریم کنسرت و بریم این کار، نه، ارزش همچنان همون چیزی که پیغمبر فرموده، همونی که در نهج البلاغه فرموده. و بچه‌هایی رو که سعی می‌کنیم اینطوری بیاریم جذبشون کنیم، بعد از این مدت در دست ما خواهند رفت و بسیار بدتر میشن. ارزش تمام آنچه که اهل بیت علیهم السلام فرمودن و در کلام امام و رهبری متبلور شده در دوران ما، اما روش باید تغییر بکنه. یعنی چی؟ من میخوام همون حرف رو به بچه بزنم دیگه. بچه باید نماز بخونه، روشش متفاوته. چطور برای بچه نماز جا بندازم، چطور برای بچه نماز بخونم، اینا باید تغییر کنه. آره، من چند وقت پیش مثلا جالب بود، دیدم که دخترم نمازشو خودش داره میخونه. قدیم مثلا همیشه اقتدا نمیکنه، چند وقته بهش گفتم که اون وقتایی که خونه هستم، معمولا که نیستم، بهش گفتم که بابا چرا اقتدا نمی‌کنی؟ گفت خیلی طولش میدی. دیدم حق با بچه‌ست. آره، چند وقت حواسم نبود، معمولا زود می‌خوندم، طولش میدادم من. خب الان چیکار؟ نه بابا، نماز باید تأنی کنم. من بچه خودمو میشناسم، شما بچه خودتون رو میشناسید دیگه. گفتم بیا درستش میکنم. نمازو خوندم، جوری خوندم نرسید به من تموم شد. بابا خیلی حال داد دیگه، من از اون اقتدا میکنه. روش اما نمازه. و بچه من به مرور باید یاد بگیره نماز این نیست. الان با توجه به سن من دارم اینو سری میخونم، ولی به مرور چیه؟ باید به هیچ وجه سر ارزش ها با بچه ها، با نوجوان ها، با دانش آموزا معامله نکنید که ارزش ثابته اما روش. خب بفرمایید. میخوای بلندگو هم روشن کنی میکروفون رو که بشنوم صداتون رو؟ البته مطمئن هستم که شما در این خصوص نظرتون نیست که نکته‌ای که اینجا نوشتید با روش دیروز نمیتوان داره امروز برنامه‌ریزی کرد. همه ابزارهای دیروز کهنه نشده. مثلا نمایش اگر در عصر و زمان پیغمبر اثرگذار بود و پیغمبر با یک عصا و درخت و برگ‌ها رو که می‌ریختن با نمایش در واقع تفهیم می‌کردن یا دایره‌ای رو می‌کشیدن با نمایش انتقال می‌دادن. نمایش امروز هم اثرگذاره، یعنی با این ابزار دیروز امروز هم میشه کار کرد. پس این کلیت نداره، اینو می‌پذیرید. بله. آره ببینید، فقط نکته‌ای که وجود داره، ببینید سرود، کنسرت اینا گفتم نه، سرود جواب میده، ولی نوع سرود امروز با سرود دهه 60 چی میشه؟ متفاوت میشه. نمایش یکی از بهترین ابزارهایی که همچنان بچه‌ها جواب دادن، نمایش. کلا جلوه‌های بصری بچه‌ها دوست دارن. نوع نمایش چی میشه؟ متفاوت میشه. نوع قصه متفاوت میشه، ولی ارزش چی؟ همون ارزشی که در دهه 60 گفتیم، همون ارزشی که در قرن دهم گفتیم، این باید ثابت بمونه. این به هیچ وجه تغییر نمیکنه. آره قالب ها مثلا قالب شعر همیشه استفاده میشه، قالب شعر، اما نوع شعر چیه؟ نوع شعر میتونه متفاوت بشه، نوع کلمات میتونه متفاوت. بفرمایید سوالی دارید. سلام علیکم. خواهش می‌کنم. بله. از حادثه موقع آموزشی مدرسه هستیم. ناظر مدرسه. اصلا ما مثلا 200 سال دانش آموز داریم. مدرسه دولتی. من چه بکنم با این تمام چیزی هم گفتید خب دیدم لمس کردم و اصلا عادیه. یعنی شما برام باز کردید. الان من میخوام بگم که مثلا من که حالا کلاس میرم به تو حیات رو دانش آموز درک باشم و همه نوع دانش آموزی هم داریم. من تو کلاس دانش آموز خانواده طلاق دارم، خانواده معتاد دارم، بزهکار دارم، خودش در شروع احتیاط هست دارم، بچه هیئتی و بچه مذهبی هم دارم، همه هم دارن با هم دیگه در حال توی مجموعه مدرسه هستن. شما الان دردان رو فرمودید. من میگم که برای مثلا امثال حالا خواهران و برادران این تو جا معمولا چیز بشه، ولی خب مثل بنده حقیر کاملا با اینا در ارتباط داره. یه دو سه تا راهکار میخوام که همینجور که میتونم خیلی خلاصه و اینا خب نمیشه. من الان 1 ساعت و نیم مثلا 3 تا 1 ساعت و نیم متوسطی اول هم هستیم ما 3 تا، یعنی حساس ترین یاد خودتون بزرگوار استادید دیگه، حساس ترین سنی که بچه‌ها خیلی متفاوته. خب چه بکنم؟ من 3 تا 1 ساعت و نیم دبیر من میره توی کلاس، دبیر مهارت من ملزم تو کلاس باشه، ملزم حرفاشو بزنه و اصلا بچه میاد اصلا چیزی به هم ریخته
یه دو سه تا از اون راهکارهایی که هم خودمون استفاده کنیم هم بتونیم ارائه بدیم. نسبت به این مشکلی که حاج آقا فرمودن، یه جاهای قانون از دست ما خارجه. اگر من بخوام، من نوعی دارم میگم، بخوام قانون بگذارم، باید چیکار کنم؟ زمان کلاس ها باید کمتر بشه، 45 دقیقه کلاس تموم بشه، بره بیاد. هر چقدر این وعده کمتر باشه مناسب تره، ولی همیشه قانون در دست من نیست. تازه 45 دقیقه باشه، 45 دقیقه برای بچه‌ها چیه؟ زیاد هستش. چی کار بکنم؟ یکی از راهکارا رو میگم خدمتشون. خیلی ممکنه مثلا فرض کنید کلاس‌های درس ما بخوایم بریم به عنوان مربی بیرون مجموعه، اصلا نه، من معلم مدرسه هستم. چی کار بکنم؟ من یه راهکار بگم که اینو من در خود حوزه پیاده‌اش میکنم. من در حوزه الان مثلا فرض من بدایه نهایه میگم. خب نهایه یعنی چی؟ نهایه یعنی فلسفه، یعنی تقریبا خشکترین علم ممکن. برای کی باید این رو بگم؟ برای طلبه هایی که مال نسل زد هستن. درسته طلبه هستن، اما طلبه نسل زد هستن، طلبه نسل قبل نیستن. فلسفه‌ای که خودتون آقا استاد هستید و فضا کامل میدونید از اصالت وجود و ماهیت و تشکیک و احکام عدم و اینا. من سر کلاس چیکار کنم؟ من حواسم به این نکته است. من سر کلاس این کارو میکنم. برسیم جلوتر اسلایدش میگم، حالا چون فرمودید یکیش همین الان من توضیح میدم. برنامه‌های ما حتی سر کلاس باید تقسیم بشه به چند وعده. من میرم سر کلاس برای فلسفه چیکار میکنم؟ من قسمت اول شروع میکنم، خلاصه از مطلب رو میگم، یه پاراگراف میام جلو، یه پاراگراف رو توضیح میدم. توی علوم حوزوی معمولا عبارات هم تطبیق داده میشه، عبارات رو تطبیق میدم، قسمت اول تموم شد، چند دقیقه، نهایت 10 دقیقه. قسمت دوم چه اتفاقی میفته؟ میگم خب بچه‌ها پاراگراف بعدی با شما هستش، شروع کنید مطالعه کردن، 3 دقیقه فرصت دارید، 2 دقیقه 4 دقیقه، تو کلاس سکوت محض برقرار میشه. من الان چیکار کردم؟ یه چیز برای بچه‌ها خیلی مهمه، شیفت محیطی، به حالا بگید تغییر محیطی. یعنی چی؟ هی میخواد محیط رو عوض بکنه. ببینید من قبلش رو بگم، این گوشی رو که دست گرفته بچه چیکار میکنه؟ یه جا وای نمیسته، سری میره بعدی. تازه یکم که توی مثلا ایتا نگاه میکنه، بعد چند لحظه دلشو میزنه، چیکار میکنه؟ میره توی روبیکا، میره تو اینستا، دوباره دلشو میزنه. بعد چیکار میکنه؟ میاد تو محیط بازی، یکم بازی میکنه. بازی اگر گیمر باشه که 8 ساعت پر میکنه، اما اگر گیمر نباشه یکم بازی میکنه، دوباره میاد محیط بعدی. این چیه؟ این تغییر محیطی. هی دوست داره عوض کنه، محیط جدید. حالا من چیکار کنم؟ باید فرمودید دیگه 90 دقیقه بیچاره‌ام بچه‌ها، واقعا سخته برای این بچه. اشتباه، این قانون گذاشتن اشتباه، کاری هم نمیشه انجام داد. ولی من برای طلبه چیکار میکنم؟ تغییر محیطی رو ایجاد میکنم. چند دقیقه بچه‌ها سکوت سر کلاس، مطلب رو آماده میکنن. خب آقای فلانی شما بفرمایید، مطلب رو توضیح میده، خودم تطبیق بده، تطبیقش میده، تموم میشه. میریم محیط سوم. محیط سوم چیه؟ این دفعه خودم یه قسمت رو توضیح میدم، تمومش میکنم. محیط چهارم، قسمت بعدی بچه‌ها از اینترنت استفاده میکنه، توضیح میخواد، هوش مصنوعی باشه، میخواد گوگل باشه، میخواد نرم افزار باشه، پاراگراف بعدی با شما هستش. بچه‌ها شروع میکنن نگاه میکنن. قسمت پنجم، من یه لحظه از محیط کلاس کلا نه اینکه برم بیرون، یعنی محیطی که داشتن صحبت میکردن، معمولا یک کلاس حوزه 45 دقیقه بخواد طول بکشه، 10 دقیقه من بیرون کلاسم. یعنی چی؟ من در مورد زندگی صحبت میکنم، من در مورد ازدواج صحبت میکنم، در مورد مشکلات مالیشون صحبت میکنم، در مورد کارهای تبلیغی، کتابای جانبی. بردمش بیرون، بعد چیکار میکنم؟ دوباره میارمش داخل، میاد اینجا. خب قسمت بعدی مباحثه‌ای میاره جلو. سر کلاس بچه‌ها سری چیکار میکنن؟ صندلی‌ها رو، هر 3-4 تا صندلی کنار هم، شما با هم، شما با هم 10 دقیقه زمان دارید این قسمت رو چیکار کنید؟ این قسمت رو آماده کنید. تا جایی که در توانمون هست باید چیکار کنیم؟ اون چیزی که بچه میخواد براش ایجاد کنم. یه جایی هم دیگه دست ما نیست. همه مثلا لا یکلف الله نفسا الا ما، تا جایی که میتونم این کارم. بقیه راهکارا میام جلوتر خدمت شما توضیح میدم. خب گفتم اگر بشه این دیگه قانون مردم. به اینجا من خواستم نمیدونم خواستم تموم کنم بحثو، حدود 10 دقیقه جمعش کنم. گفتن که این باید تا یه زمان طول بکشه، بعد یه استراحت دوباره، چون گفتید یا نه؟ چون به نماز قرار است کشیده بشه و شام تهیه کردن. آره خب نه، استراحت جز برنامه هستش. من این اسلاید رو جمعش کنم، میریم استراحت، یه رو به استراحت داریم، برمیگردم تا زمان. من نمیدونستم وسط عوامل
برنامه من رسولن گفتن شام تهیه شد تا شب باید بریم با هم دیگه. خب تو قسمت دوم آره بله قسمت اول رو من جمع و جور کنم، قسمت دوم انشالله به صورت رفت و برگشته. یه لحظه من اینو جمع و جور کنم. خب ببینید جمع و جور کردن، اسلاید بعدی من با اسلاید قبلی یک کلمه تفاوت داره. اینجا گفتم با روش دیروز با روش امروز نمیتوان، باید روش تغییر بکنه. اسلاید بعدی با دانش دیروز، دانش باید چی بشه؟ دانش باید به روز ثانی بشه. دوباره نکته که آقا گفت نه اینکه دانش گذشته رو میندازیم بیرون، دانش گذشته کافی نیست، من نیاز به دانش جدید دارم. خب این دانش جدید برای اینکه بچه‌ها رو بشناسی، دو تا مجموعه کتاب خدمت شما معرفی میکنم. مجموعه اول رو احتمالاً ندیده باشید، مجموعه دوم آشنا. مجموعه اول مجموعه من زد نیستم، دانشگاه فرنگیان اینو کار کرده، خوب کار کردن. آقای دکتر صبوری اگر باشه اشتباه نکنم، دکتر بخشی عذرخواهی میکنم، دکتر بخشی کار کردن، خوبه، نسبت به نمونه‌های خارجی بهتر کار کردن الحمدلله، چون تو معمول این زمینا نمونه‌های خارجی بهتر، خارجی‌ها ندارن اینو اینجا نوشتن. 7 جلدی است، برای مربی‌ها کمک میکنه، خصوصا واسه اینکه بعد از این قرار است واسه والدین ما جلسه داشته باشیم، برای معلم‌ها قرار است شما جلسه بگذارید، نیاز به این معلومات دارید. دومی هم خدمت شما معرفی میکنم، مجموعه من دیگر ما جلد 14 میشم چاپ شد، آقای محسن عباسی ولدی، بسیاری از شما خوندی، هر جلدش رو که علاقه داشتی، اون جلد اگر هم یه نفر همه رو مطالعه کرد و 2 بار مطالعه کرد بسیار بسیار بهتر خواهد بود. ما یه رو استراحت داریم تا قسمت دوم، محسن عباسی ولدی. ما ساعت 5:30 تموم میکنیم، ساعت انشالله 5:45 قسمت دوم رو شروع خواهیم کرد. صلواتی نایب بفرمایید.